ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 52. китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуъури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид. بخصوص این پادشاه زیاری در این مدت با آلی بویه 14 جنگ انجام داده است. بر اثر جنگ ولایت‌های ری و گرگان از تصرف بوشمگیر بیرون گشت و حاکمیتش تنها در طبرستان باقی ماند. بعد از مرگ بوشمگیر در بین پسرانش بهستون و قابوس برای تخت پدر اختلاف سر زد و با میانروی رکن الدوله دیلمی زمام اداره دولت و بهستون قرار گرفت. در تمام مدت حکمرانی ابو منصور بهستون 968 977 میان برادران اختلاف وجود داشت. قابوس ابن بوشمگیر تنها پس از مرگ برادر حکمرانی دولت را 977 1012 به دست گرفت. ولی بعد شکست در جنگ مؤید الدوله دیلمی، قابوس با مقصد گرفتن امداد برای ادامه جنگ به دربار سامانیان پناه برد و 18 سال در دربار سامانیان بماند. قابوس نهایت سال 998 دیگر بار تخت و تاج را به دست آورد و سال 1012 از دست تبدلات خواهانی که می‌خواستند پسرش منوچهر را به سر قدرت آورند کشته شد. پس از کشته شدن قابوس پسرش منوچهر 1013 1032 بر تخت پادشاهی نشست. او با نظر داشت قدرت و نفوذ غزنویان با آنها سیاست مسالمت آمیز را پیش گرفت تا امنیت کشور خود را از شر غزنویان در امان نگاه دارد. واقعاً زمان حکمرانی نیم مستقل او نسبتاً دوره آرام و آسوده تاریخ این خاندان محسوب می گردد. منوچهر اینچنین به صفت حامی علم و ادب مشهور است که شاعر معروف عهد غزنوی منوچهری دامغانی تخلص شاعری خیش را از نام او گرفته است. پس از مرگ منوچهر پسرش نوشیروان 1032 1043 44 به تخت پادشاهی نشست. از بس که او هنوز خردسال بود، تقایش با کارجار به جای او حکومت می‌راند. سال 1035 سلطان مسعود به گرگان لشکر کشید و دولتداری زیاریان را بار دیگر
تابع سلطنت خود کرد. بعد از شکست غزنویان به دست سلجوقیان، نوشیروان حکومت را از دست تقایش گرفت، ولی در مقابل طغرالبیک محمد سلجوقی نتوانست استادگری کند و سرانجام سال 1042 یا 1043 تابع سلجوقیان گردید. از همین سال سلطنت زیاریان رو به انقراض نهاد. پادشاهان بعدی این خانواده در سایه سلطنت سلجوقیان پنهان ماندند. از جمله درباره پادشاهی مؤلف قابوسنامه کیکاووس، پدر او اسکندر و پسرش گیلان شاه اطلاع زیاد دسترس نیست. بعد از پادشاهی پسری کیکاووس گیلان شاه، آل زیار به صفت صاحب دولتان مستقل در یگان سرچشمه دیگر ذکر نشده است. قابوس ابن ووشمگیر بزرگترین پادشاهی ادب پروری آل زیار به شمار می رود. او که مدت 18 سال در دربار سامانیان قرار داشت، به مثل امیران این خاندان به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبتی فراوان پیدا کرد و بعد دوباره به دست آوردن تخت و تاج حامی سختی اهل علم و ادب گردید. علاوه بر این، قابوس طبع شاعری داشت و به زبانهای تاجیکی و عربی و لهجه تبری شعر می سرود. شعر زیرین نمونه از طبع روانی او در سرودن شعر فارسی است. کاری جهان سراسر آز است یا نیاز، من پیش دل نیاورم آز و نیاز را. من 20 چیز ز جهان برگزیده ام، تا هم بدان گذارم عمری دراز را. شعر و سرود و رود و می خوشگوار را، شطرنج و نرد و صیدگه و یوز و باز را. میدان و گوی و بارگه و رزم و بزم را، اسب و سلاح و جود و دعا و نماز را. در درباری او شاعرانی فارسی گوی به مثل ابوبکر محمد ابن علی خسروی سرخسی، ابوالقاسم جرجانی و دیگران رفت و آمد داشتند. ابو علی ابن سینا و ابو ریحان بیرونی مدتی در حلقه درباریان قابوس قرار داشته از او حمایت و مهربانی زیاد دیدند. بیرونی کتابی معروف خود آثار الباقیه را سال 1000 به نام همین پادشاه زیاری شمس المعالی قابوس ابن ووشمگیر تالیف کرده است. ابن سینا به نام قابوس ووشمگیر و دخترش زرینگیس تالیفاتی زیاد دارد. ناگفته نماند که بیرونی
خانواده زیاریان را با ساسانیان از یک طایفه می داند و اصل آنان را به رستم ابن شروین ابن رستم ابن قوباد که پدری انوشیروان بود پیوند می دهد. از پادشاهان آخرین زیاری که در گرامی داشتی زبان و ادب فارسی معروف است، عنصرالمعالی کیکاووس را می توان نام برد که پس از پدرش اسکندر به تخت پادشاهی نشست و 8 سال جوانی خود را به صفت ندیم در دربار غزنویان سپری کرد و از ارجگذاری زبان و ادب تاجیکی فارسی دری در دربار پادشاهان این خانواده به خوبی آگه بود. بنابراین او به زبان و ادب فارسی علاقمندی زیاد داشت و سری پند و اخلاقی قابوسنامه را به نام پسرش گیلان شاه به زبان تاجیکی فارسی تعریف نمود. کیکاووس همچنین در سرودن شعر فارسی دستی رسا داشته است که نمونه آن را می توان در قابوسنامه به مشاهده گرفت. این اشعار بیشتر در قالب رباعی سروده شده است. تا دور شدی شدستم ای روی چو ماه، اندیشه فزون و صبر کم حال تباه. تن چون نیو بر چون نیل و رخساره چو کاه، انگشت به لب گوش به در دیده به راه. در دربار کیکاووس هم شاعرانی چون فصیحی گرگانی زندگی و به زبان تاجیکی شعر ایجاد نمودند. شایسته ذکر است که همین شاعر با امر کیکاووس مثنوی معروف وامق و عذرا را که در دربار غزنویان حکیم عنصری برشته نظم کشید و نظم آورد که چند بیت آن از جمله ابیات زیرین تا زمان ما باقی مانده است. هر آن کو مردمان را خار دارد، بدان کو دشمنی بسیار دارد. بلا را خود همین یک حال نیکوست، که از وی بازدانی دشمن از دوست. نمونه بهترین نثر این عهد بیشک زبان نگارش قابوسنامه عنصرالمعالی کیکاووس است که پیشتر از گلستان شیخ سعدی شیوه بیان پند و اخلاقی و تعلیمی دارد. از جمله مؤلف قابوسنامه در خصوص مهمانی کردن و مهمان شدن چنین میگوید: اما مردمی بیگانه را هر روز مهمان مکن، از آنک هر روز به سزا به حق مهمان نتوان رسیده. بینگر تا 1 ماه چند بار مهمانی توان کردن، آن که 3 بار توانی کردن 1 بار کن و نفقاتی آن 3 بار اندران خرج کن، تا خانی تو از همه عیب مبرا بود
و زبان عیب جویان بر تو بسته باشد. و چون مهمان در خانه تو آید، هر کس را پیش باز رو و تقرب همی کن و تیماری غمخواری و مواظبتی هر کس به سزای او میدار، چنان که بوشکور گوید: اگر دوست مهمان بود یا نه دوست، شب و روز تیماری مهمان نکوست. به نظر چنین می رسد که به زبان بیان کیکاووس مدت 8 سالی در دربار غزنویان اقامت کردنش تأثیری عمیق بر جای گذاشته است. همچنین بیشتری پاره‌های شعری که در این اثر برای تأیید مطلب خود به کار برده است، به قلم شاعران خراسان و ماوراءالنهر تعلق دارد. چنان که در نمونه بالا می‌بینیم، بیت مذکور از ابوشکور بلخی است. کیکاووس همچنین به استفاده ناجا و بی‌موردی کلمه و ترکیب‌های عربی مخالف است و مورخان و نویسندگانی را که به تعبیر خود او تازه‌های سرد و غریب، یعنی کلمه و ترکیب‌های عربی درشت و نافهما را وسیله فضل فروشی کرده اند، نکوهش می نماید. در قلمرو دولت زیاریان زبانهای تبری و تاجیکی مورد استفاده قرار داشتند، ولی زبان کارگزاری و نامنگاری دربار آل زیار زبان عربی بود. پادشاهان این خاندان به استثنای منوچهر همه دانندگان خوبی زبان عربی بودند و در دربار آنان 10 شاعر عربی زبان از قبیل ابوبکر خوارزمی، ابوبکر تبری، ابو منصور ثعالبی، ابوالفرج هندو، علی جرجانی، ابو هاشم علوی زندگی کرده این پادشاهان را وصف و ستایش می کردند. همچنان که گفتیم، از پادشاهان آل زیار 2 پادشاه، کاووس و کیکاووس، به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت زیاد داشتند و احتمال این محبت بر اثر زندگی دراز مدتی آنها در دربار سامانیان و غزنویان که یکی 18 سال و دیگری 8 سال طول کشید به میان آمده باشد. زیر فصل 5، زبان مادری ما در عهد آل بویه. به اندیشه مورخان خاندان پادشاهی آل بویه، بویهیان یا دیلمیان را 3 برادر علی، حسن و احمد بنیاد نهادند که از ماهیداری به تخت پادشاهی رسیدند. این 3 برادر زمان پادشاهی یافتند که خلافت عباسی بغداد از اوج شکوه و قدرت خود افتاده بود و خلیفه مستکفی ناچار حاکمیت این 3 تن را به رسمیت شناخت و به هر کدام لقب داد. از جمله به علی لقب
عمادالدوله، به حسن لقب رکن الدوله و به احمد لقب معیزالدوله. علی عمادالدوله که سرداری بیشتری لشکر را در اختیار داشت و علاوه بر این مؤسس خاندان آل زیار مرداویچ ناحیه های غربی همدان را به اختیار او واگذار کرده بود، حدود فارس را به زیر دست خود گرفت. حسن رکن الدوله شهرهای ری، کاشان، همدان و اصفهان را صاحب گردیده حاکم عراق عجم شد و احمدی معیزالدوله کرمان، خوزستان و بعداً در سال 334 945 بغداد را به دست آورد و حکمرانی واقعی بغداد گردید. خلیفه احمدی معیزالدوله را امیرالامرا لقب داد و حاکمیتی واقعی را در عراق عرب به او واگذار کرد. پس از 12 روز احمدی معیزالدوله خلیفه مستکفی را از خلافت معزول کرد و پس از این خلافت بغداد تنها به نام وجود داشت. به بیانی دقیق تر، این پادشاهی عالی بویه آرزوی دیرینه پادشاهان ایرانی تبار یعقوب لیثی صفار و مرداویچی آل زیار را در بابت فتح بغداد جامه عمل پوشاند، ولی در امر گستریش زبان تاجیکی فارسی و احیای سنت‌های قدیم دولتداری ملی ایرانی در مرکز خلافت عرب و سرزمین‌های تابع آن اقدام نورزید. برخی محققان دوره حکومت آل بویه را عصری رنسانس اسلامی به قلم آوردند. واقعاً زمانی سلطنت پادشاهان این خانواده زمانی احیای دیگرباره دین اسلام و زبان و ادب عرب به شمار می روند. پس از سپری شدن دوره حکمرانی سه برادر اولی، امپریای آل بویه یا دولت بزرگی دیلمیان به سه قسمت جدا گردید و 14 تن از نمایندگان این خاندان در سه منطقه دیلمیان فارس وارثان علی عمادالدوله، دیلمیان عراق و کرمان و خوزستان وارثان احمدی معیزالدوله و دیلمیان ری و اصفهان وارثان حسن رکن الدوله مستقلانه حکومت راندند. پس از احمد پسرش بختیاری عزالدوله جانشین مقام او گردید. علی عمادالدوله از بس که پسر نداشت، تقریباً در آخرهای عمرش سال 949 پناه خسروی عضدالدوله پسری برادرش حسن رکن الدوله را ولی عهد خود تعیین کرد. حسن رکن الدوله ری و قزوین و همدان را به پسرش فخرالدوله و اصفهان را به پسری دیگرش مؤیدالدوله واگذار کرد. عضدالدوله که در توسعه طلبی قلمرو حکمرانیش حریص بود، سال 968 کرمان و پس از چند قسمت‌های جنوبی خلیج فارس و عمان را زیر تصرف خویش درآورد. وی همچنین سال 982 ری و همدان را از دست برادرش فخرالدوله و گرگان را از دست آل زیار بیرون کشیده به قلمرو
فرمانروایی خود همراه کرد. بعداً عضدالدوله سال 984 وارد بغداد شد و عمکزاده‌اش بختیار را از تخت بغداد معزول کرده به شام فرستاد. بختیار چون از اطاعت او سرپیچی کرد، او را اسیر گرفت و بکشت. بعداً عضدالدوله موصل، دیاربکر و شهرهای دیگر را یکی پس دیگر به اطاعت خود درآورد و قلمرو دولت او از ساحل بحر عمان تا شام و حدود مصر گسترش یافت. از این پس در بغداد خطبه به نام او می‌خواندند و او در آبادی بغداد و بنیاد مسجد و بازارها در این شهر و شهرهای دیگری قلمرو حکمرانی خود نقش نظررس دارد. عضدالدوله به صفت بزرگترین حکمرانی این خاندان شناخته شده است و حاکمان دیگری این خاندان شخصیت او را اعتراف می نمودند. با درگذشت عضدالدوله سال 983 در بغداد آفتاب دولت این خاندان رو به غروب نهاد. پس از این در بین نمایندگان این خاندان اختلاف پدید آمد و هر کدام در منطقه خود دعوی استقلال کردند. از این وضع استفاده برده سلطان محمود غزنوی که دیر باز چشمی طمع به ملک ایشان بسته بود، تا سال 1029 ولایت‌های ری و جبال را از اطاعت آنان بیرون آورد و به قلمرو خود همراه کرد. بعدتر دیلمیان حکمرانی خیش را در همدان از دست دادند. بویهیان اصلاً شیعه مذهب بودند و طغرلبیک محمد سلجوقی در سال 1555 با بهانه بهبودی بخشیدن به وضع اهل سنت که گویا بر اثر سیاست مذهبی این خاندان تباه گردید، بغداد را اشغال کرد. برای خسرو فیروز باز 7 سال دیگر حکومت این خانواده را در دست نگاه داشت و سرانجام کردان او را از تخت سرنگون کردند. همین طریق دولت بویهیان که تقریباً 120 سال در عرصه تاریخ دوام کرد، تدریجاً با دست غزنویان، آل کاکویه کرد و نهایت از طرف سلجوقیان به تمام از میان رفت. شما گفتار 53 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.